و اینچنین خواهران سوال کردند که بعضی از خواهران وقتی که به کوچه میبرایند، به دورزنی به بیرون میبرند، به چشم خود سرمه میولند، یعنی چشم خود را زیبا میکنند. آیا این جایز است یا نیست؟ البته جایز نیست. زیباگی برای زن در خانه است، در بیرون حتی نشان دادن روی زن جایز نیست. اگر ما به لباس پوشی سنتی که زنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دختران و زنها و دختران صحابه می پوشیدند به شما خبر بدهیم، در حیرت خواهید ماند. چرا که زنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رویهای خود را محکم میکردند، دستهای خود را محکم میکردند، پایهای خود را محکم میکردند. کته هایشان از یک وجب تا یک ذراع نیم متر به زمین کشال بود که ما در لباس پوشی زنها صحبت کرده بودیم و ان شاء الله آینده هم صحبت خواهیم کرد. لباس های وسیع و لباس های سیاه و لباس های دراز می پوشیدند و روی اونها نقاب داشت، محکم بود، چشم های اونها پنهان بود. اما امروز که اکثر مسلمان ها در مناطق سرزمین کفر زندگی می کنند، در اونجا پوشیدن روی مشکل است. چرا که من در روسیه زندگی کردم، دیدم که در روسیه پوشیدن روی بینویت مشکل شده است. کفار و ملعونین از این نمود حجاب می ترسند، می هراسند و پوشیدن حجابی که روی شما در این حجاب کشاده است از نظر بعضی از علما باکی ندارد، جایز هست. اما رویهای خود را زیبا نکنید، بر رویهای خود رنگ سبز و سرخ و سرمه و اینچنین چیزها را نمالید. دقت دیگر مردم را به خود جلب نکنید، بلکه در حالت راه رفتن چشمهای خود را حفظ کنید. خیلی که الله رب العزت و الجلال میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ذلك ازکی لهن. یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم به زنهای مؤمنه بگو که چشمهای خود را نگه دارند، در کوچه به هر طرف نگاه نکنند و اینچنین فرجهای خود را نگه دارند. و این آداب زن مسلمان است که به بیرون خود را زیبا نمی کند. برای خواهران عزیزم، به وقتی که به بیرون میبرید لباس یک رنگ پوشید، لباس هر رنگ نپوشید. پای افضال های کنبلندی که صداهای تق تق میبرد از اینها دور بگیرید و پرهیز بکنید و چشم های خود را به هر طرف و اون طرف نگاه کردن و بیجا کردن نگه دارید، پرهیز بکنید و رنگ و روی خود را به مردم بیگانه زیبا نکنید که این همه اش حرام است و گناه کبیره است.